اجتماع مجموعه ها رو میخوایم توضیح بدیم. اجتماع دو تا مجموعه آ و بی رو با این نماد نمایش میدن، میگن آ اجتماع بی. این رو به بالا هستش. آ اجتماع بی. حالا میخوایم ببینیم یعنی چی. تعریفش اینطوری میشه عضوهایی که یا در آ، یعنی در مجموعه آ، یا در مجموعه بی وجود داشته باشند. پس اگر من بیام عضوهایی رو مشخص کنم که حداقل جز یکی از این مجموعه ها باشه، یعنی یا عضو مجموعه آ باشه یا عضو مجموعه بی باشه، در واقع اومدم اجتماع مجموعه ها رو حساب کردم. حالا اگر بخوام با این مثال بگم، مثلا آ رو داشته باشم 1 2 3 4 و بی رو داشته باشم 4 5 6 7. وقتی به من میگه آ اجتماع بی رو به دست بیار، یعنی عضوهایی رو بنویس که یا در آ باشه یا در بی باشه. پس من میام عضوهای آ رو مینویسم و عضوهای بی رو هم مینویسم. بی چون اینجا 4 تو مجموعه آ هم بود، دیگه دوباره تکرارش نمی‌کنیم. 5 رو مینویسم، 6 رو مینویسم، 7. این عضوهایی که مشخص کردم میشه عضوهای اجتماع دو مجموعه آ و بی. پس اجتماع دو مجموعه شد عضوهایی که یا در آ یا در بی، یعنی حداقل در یکی از این مجموعه ها وجود داشته باشه. حالا اگه بخوایم از لحاظ نمودار ون بگیم که آ اجتماع بی به چه ترتیبی هست، فرض کنیم که این مجموعه آ باشه، این مجموعه بی باشه. آ اجتماع بی میشه عضوهایی که یا در آ یا در بی باشه. پس من میام چیکار میکنم؟ آ رو هاشور میزنم، بی رو هم هاشور میزنم. اینی که مشخص شد، این هاشورای سبز رنگ من در واقع آ اجتماع بی هستش. اینم از لحاظ نموداری که نمودار ون که ما میتونیم به این ترتیب مشخص کنیم. خب این شد اجتماع مجموعه ها. حالا بریم اشتراک مجموعه ها ببینیم یعنی چی. اشتراک دو تا مجموعه آ و بی که با این نماد نمایش داده میشه، یعنی رو به پایینه، آ اشتراکش با بی، میشه عضوهایی که هم در آ و هم در بی وجود داشته باشن. پس آ اشتراکش با بی یعنی عضوهایی که هم در آ و هم در بی وجود داشته باشن. من اگر بخوام مشخص کنم آ اشتراکش با بی رو، یعنی عضوهایی که تو هر دو تاشون وجود دارن، از روی نمودار ون بخوام مشخص کنم، یعنی این قسمت میشه اون قسمتی که مشترکه، فقط این قسمت رو من هاشو میزنم. این الان میشه آ اشتراکش با بی. این از لحاظ نموداری. حالا با یه مثال فرض کنیم که آ این عضوها رو داشته باشه 1 2 3 4 و بی شامل این عضوها باشه 4 5 6 7. به من میگه آ اشتراکش با بی رو مشخص کن. آ اشتراکش با بی یعنی عضوهایی که هم در آ و هم در بی وجود داشته باشن که اینجا فقط میشه عدد 4. اگه دیدید اشتراکی ندارم نیستی آ اشتراکش با بی مساوی توهی. حالا اینجا یه عضو مشترک داشتن که ما مشخص کردیم آ اشتراکش با بی مساوی عدد 4 هستش. خب اگر ازتون بپرسن که این روابط کدوم درسته کدوم نادرسته، مثلا داشته باشم آ اشتراکش با بی به من گفته زیر مجموعه آ، اینو بررسی کن ببینیم درسته یا نه. به من گفته درستی یا نادرستی عبارت های زیر رو مشخص کن. آ اشتراکش با بی زیر مجموعه آ. بچه آ اشتراکش با بی این قسمت شد دیگه. آ اشتراکش با بی زیر مجموعه آ هست. با توجه به شکلی که داریم میبینید متوجه میشین که این قسمتی که آ اشتراکش با بی رو مشخص کرده داخل این مجموعه آ هستش. نگاه کنید یه تیکه کوچیکی از مجموعه آ هست. پس آ اشتراکش با بی زیر مجموعه آ هست. بعد مثلا به من بگه که آ اشتراکش با بی زیر مجموعه بی، میخوام بررسی کنم ببینم این درسته یا نه. باز اگر بررسی کنی و اینا دقت کنید آ اشتراکش با بی زیر مجموعه بی هم هست. مجموعه بی رو نگاه کنید، این مجموعه بیه. آ اشتراکش با بی داخل این مجموعه بی قرار داره، پس اینم یه رابطه درسته. حالا در مورد اجتماع بپرسه، بگه که آ اجتماع بی زیر مجموعه آ، اینو بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه.
من یه بار دیگه شکل آ اجتماعیش با بی رو که براتون رسم کردم یه بار دیگه رسم کنم. این اگر آ و بی باشه، آ اجتماعیش با بی اینجوری میشد، کل آ و کل بی میشد. آیا آ اجتماعیش با بی زیر مجموعه آ هست؟ این مجموعه کلی که ما هاشور زدیم آیا داخل مجموعه آیی که اینجا هست قرار داره؟ نه. پس این درست نیست. حالا اگه نوشته بود این رابطه رو بررسی کن، بی زیر مجموعه آ اجتماعیش با بی، بی زیر مجموعه آ اجتماعیش با بی، این بیه. نگاه کنید این بی یه تیکه از این هاشورهای سفید رنگ هست دیگه. پس این رابطه دیگه رابطه درستی است، یعنی بی زیر مجموعه آ اجتماعیش با بی هست. پس ما با توجه به تعریف میتونیم خیلی راحت اینها رو مشخص کنیم. حالا این مثال رو با هم حل کنیم تا کامل به این مطلب تسلط پیدا کنیم. گفته مجموعه خواسته شده رو هاشور بزنید. قسمت اولش گفته آ اشتراکش با بی اشتراکش با سی، یعنی من میخوام اینو مشخص کنم. آ اشتراکش با بی رو اگه بخوام مشخص کنم یعنی عضوهایی که هم در آ و هم در بی هستن که این قسمت میشه. من با هاشور قرمز رنگ نمایش میدم. حالا بی اشتراکش با سی، بی اشتراکش با سی هم یعنی این میشه این هاشور زرد رنگ. حالا کجا هست که هم هاشور قرمز رنگ و هم هاشور سبز رنگ قرار گرفته؟ کدوم قسمته؟ این میشه جواب ما دیگه، یعنی این قسمت کوچیکی که مشترک بین هر سه تاشونه هم تو آ هست، هم تو بی هست و هم توی سی هستش. این میشه آ اشتراکش با بی اشتراکش با سی. دیگه لازم نیست بقیهش رو بکشیم، یعنی هاشورهای قرمز و چیز رو قرمز و زرد رنگ رو میتونیم پاکش کنیم. یعنی جواب نهایی ما میشه این قسمت. این میشه آ اشتراکش با بی اشتراکش با سی. حالا من کشیدم که شما بهتر متوجه بشید. قسمت بعدی گفته آ اشتراکش با سی رو مشخص کن. آ اشتراکش با سی یعنی عضوهایی که هم در آ و هم در سی هستن. کدوم عضوها هستن که در آ و سی وجود داره؟ این قسمت میشه دیگه. پس اینم میشه جواب قسمت بعدی، عضوهایی که مشترک در آ و سی هستن. قسمت بعدی گفته آ اشتراکش با بی رو مشخص کن. آ اشتراکش با بی میشه این عضوها دیگه، عضوهایی که هم در آ و هم در بی هستن. در قسمت بعدی گفته آ اجتماعش با سی، این رو به بالاست میشه اجتماع. آ اجتماعش با سی رو مشخص کن، یعنی عضوهایی که یا در آ یا در سی هستن. پس من آ و سی رو باید هاشور بزنم. این سیه که هاشور زدم، حالا آ رو هم هاشور میزنم. این قسمتی که هاشور زدم، هاشور زرد رنگ زدم، میشه آ اجتماعش با سی. این تو قسمت بعدی آ داخل مجموعه بی قرار گرفته و ازم خواسته که آ اشتراکش با بی رو مشخص کنم. آ اشتراکش با بی میشه عضوهایی که هم در آ و هم در بی هستن. عضوهای مشترک فقط این مجموعه آست. نگاه کنید این قسمت دیگه که هم در آ و هم در بی هستش. من اینجا یه نتیجه هم میتونم بگیرم، این که الان آ داخل مجموعه بی هستش، یعنی آ زیر مجموعه بی هستش. اگر آ زیر مجموعه بی باشه میتونم نتیجه بگیرم آ اشتراکش با بی میشه مجموعه کوچیکه که میشه مجموعه آ. حالا آ اجتماعش با بی چی میشه؟ اینم مشخص کنم، یعنی عضوهایی که یا در آ یا در بی هستن. خب این عضوها میشه دیگه، یعنی اگر آ زیر مجموعه بی باشه میتونم نتیجه بگیرم آ اجتماعش با بی میشه مجموعه بزرگترمون که اینجا میشه مجموعه بی. پس اینم به عنوان دو تا رابطه تو ذهنمون داشته باشیم که اگر یک مجموعه زیر مجموعه اون یکی مجموعه باشه، اشتراکشون میشه مجموعه کوچیک‌تره، یعنی اون که زیر مجموعه است، و اجتماعشون میشه مجموعه بزرگتره که تو این مثال هم همین رو داشتیم. من یه بار دیگه روابطی که الان داشتیم رو دوباره نوشتم براتون. حالا از همین رابطه ها میخوام استفاده کنم برای اینکه مثلا اجتماع یا اشتراک مجموعه های خاصی رو که قبلا معرفی کردیم که همون شامل اعداد طبیعی صحیح یا اعداد گویا بودن رو مشخص کنم. اگه یادتون باشه قبلا اینطوری معرفی کردیم دیگه، گفتیم مجموعه اعداد
طبیعی زیرمجموعه مجموعه اعداد حسابی هستند. اعداد حسابی زیرمجموعه اعداد صحیح هستند. اعداد صحیح هم زیرمجموعه کلا این مجموعه همشون زیرمجموعه Q هستند و Q هم خودش زیرمجموعه از مجموعه اعداد حقیقی هست. اینو قبلا در موردش توضیح دادیم. حالا اگه از شما بپرسن مثلا n اجتماعش با z چی میشه، یعنی اعداد طبیعی اجتماعش با z چی میشه، ما میدونیم که n زیر مجموعه زده. با توجه به همین روابطی که اینجا داشتیم اجتماعشون میشه مجموعه بزرگتر، یعنی اجتماعشون میشه z. یا مثلا اگه ازتون بپرسن n اشتراکش با r چی میشه، خب n زیر مجموعه r بود دیگه. با توجه به این رابطه‌ای که اینجا داریم میدونیم که اشتراک میشه مجموعه کوچیک‌تر، یعنی اینجا میشه مجموعه n. یا مثلا بپرسه z اجتماعش با q چی میشه، اجتماع رو به بالاست، z اجتماعش با q چی میشه، باز میدونیم که z زیر مجموعه q هستش، پس اجتماع میشه مجموعه بزرگتره که q میشه. یا بهم بگه که اینو حساب کن، مثلا بگه که n اجتماعش با w رو حساب کن. من میدونم که w بزرگتره چون صفر رو اضافه داره، پس اجتماعش رو میشه w. پس با توجه به همین رابطه‌ای که اینجا نوشتیم خیلی از سوالاتی به این شکل رو ما میتونیم جواب بدیم. اشتراک همیشه میشه مجموعه کوچیک‌تره و اجتماع میشه مجموعه بزرگتره. اگر یکی از این مجموعه ها زیر مجموعه اون یکی باشن میتونیم طبق این روابط سوالاتی شبیه این رو جواب بدیم. باز یه سوال دیگه داریم که به این ترتیب سوال مطرح شده. گفته اگر آ اعداد اول زوج، بی اعداد طبیعی فرد یک رقمی و سی مساوی این مجموعه باشه، 1 و 2 و 3 باشد، به سوالات زیر پاسخ دهید. اول من این مجموعه ها رو مشخص کنم. اعداد اول زوج، تنها عدد اول زوجی که داریم عدد 2 هست، پس آ مساوی مجموعه ای هست که فقط شامل عدد 2. بی گفته اعداد طبیعی فرد یک رقمی، پس بی مساوی میشه با، من میخوام هم فرد باشه و هم یک رقمی باشه، پس میشه 1 3 و 5 و 7 و 9. پس من میام اعداد طبیعی فرد یک رقمی رو می نویسم. سی هم گفته که مساوی این مجموعه از 1 و 2 و 3 به سوالات زیر پاسخ دهید. قسمت اولش گفته بی اجتماعش با سی، یعنی من اجتماع این دوتا مجموعه رو میخوام بنویسم. اجتماع میشه عضوایی که یا در آ یا در بی وجود داشته باشه، که من اگه بخوام یا در بی یا در سی وجود داشته باشه، پس من اگه بخوام بنویسم باید کل عضوای بی رو بنویسم و کل عضوای سی. پس 1 و 2 و 3 که عضو سی هست رو مینویسم، تکراری ها رو دیگه دوبار نمینویسیم، 5 رو مینویسم، 7 رو مینویسم و 9 هم مینویسم. این شد بی اجتماعش با سی. قسمت بعدی گفته آ اشتراکش با بی. خب آیا این عضوی وجود داره که هم تو آ باشه و هم تو بی باشه؟ هیچ عضو مشترکی ندارم، پس آ اشتراکش با بی مساوی توهی میشه. قسمت بعدی گفته آ اجتماعش با بی. آ اجتماعش با بی میشه عضوایی که یا در آ یا در بی باشه. خب 1 و 3 و 5 و 7 و 9 که تو آ بودن، تو بی هم توی بی بودن و تو آ هم عدد 2 وجود داشت که من همه عضوها رو نوشتم. حالا توی قسمت بعدی اینو به کار برده. گفته n بی اجتماعش با سی. ما قبلا توضیح دادیم که برای نشون دادن تعداد عضوهای یک مجموعه از این نماد استفاده میکنیم. الان گفته تعداد عضوهای بی اجتماعش با سی رو مشخص کن. بی اجتماعش با سی این عضوهاست که اگه بشماریمشون 1 2 3 4 5 6 تا عضو تو مجموعه بی اجتماعش با سی وجود داره. پس n بی اجتماعش با سی میشه عدد 6. پس با توجه به اطلاعاتی که داشتیم تونستیم این سوال رو هم به راحتی جواب بدیم. مطلب دیگه که توی این قسمت مونده در مورد تفاضل مجموعه هاست. اگه دو تا مجموعه آ و بی وجود داشته باشه، تفاضل دو تا مجموعه آ و بی رو، یعنی آ تفاضل بی رو با این نماد نمایش میدن، یه علامت منها وسطش مینویسن و اینطوری تعریف میشه عضوهایی که عضو مجموعه آ هستن ولی در بی نیستن. پس میشه مجموعه است شامل همه عضوهایی که عضو مجموعه
عضو مجموعه آ هستند ولی عضو مجموعه B نیستند. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم عضوهایی که فقط توی مجموعه آ هستن، یعنی عضوهای مشترک رو من باید خط بزنم. حالا با مثال بهتر متوجه میشیم. فرض کن که مجموعه آ رو اینطوری تعریف کردیم 1 2 3 5. خب و مجموعه B رو تعریف کردیم 4 6 3 1. خب وقتی به من میگه آ تفاضل B رو مشخص کن، یعنی من میخوام از توی مجموعه آ عضوهای مشترکی که با B داره رو خط بزنم. من آ رو مینویسم اینجا، منها رو میذارم و B رو هم مینویسم. خب حالا کاری که باید انجام بدیم این که بیایم عضوهای مشترک این دوتا رو خط بزنیم. چه عضوهای مشترکی وجود داره؟ 1 اینجا دارم، پس این مشترکه، 3 مشترک. هر چی که از مجموعه اولمون که اینجا مجموعه آ هست باقی موند رو من باید بنویسم که میشه 2 5. پس این میشه آ تفاضل B. حالا به طریق مشابه میتونیم B تفاضل آ رو هم تعریف کنیم. اگه به من گفته باشه B تفاضل آ رو به دست بیار، یعنی عضوهایی از مجموعه B که در مجموعه آ نیستن، یا به عبارت دیگه عضوهایی که فقط در مجموعه B هستن. پس من میام مجموعه B رو مینویسم، علامت تفاضل رو میذارم، مجموعه آ رو هم مینویسم، عضوهای مشترک رو خط میزنم، 1 مشترک، 3 هم 1 مشترک خط زدم، 3 هم مشترک. و هر چی که از مجموعه اولمون که اینجا B هست باقی موند رو باید بنویسم. میشه مجموعه‌ای که شامل 4 و 6 هستش. این عضوهایی که مشخص کردم میشه B تفاضل آ. همونطور که توی این مثالم دیدید آ تفاضل B پس با B تفاضل آ با هم دیگه فرق دارن. این که بگیم چون هر دو تاشون شامل آ و B هستن پس یکی میشن، نه اینطوری نیست، چون تعریفشون متفاوته. این آ تفاضل B میشه عضوهایی که فقط در مجموعه آ هستن و B تفاضل آ میشه عضوهایی که فقط در مجموعه B هستن. پس این میشه تفاضل دو تا مجموعه آ و B. حالا اگه بخوایم همین آ تفاضل B رو روی نمودار ون نمایش بدیم، فرض کنیم که مثلا این مجموعه آ باشه، این مجموعه B باشه. آ تفاضل B میشد عضوهایی که فقط در آ هستن. یعنی من اگه بخوام رو نمودار ون هاشور بزنم، این عضوهایی که تو مشترک ها هست رو دیگه نباید هاشور بزنم، یعنی این قسمت دیگه نباید هاشور بخوره. آ تفاضل B میشه عضوهایی که فقط در آ هستن، یعنی این میشه این قسمتی که با هاشور سفید رنگ نمایش دادیم میشه آ تفاضل B. حالا اگه B تفاضل آ رو بخوایم نشون بدیم چجوری؟ من دوباره با نمودار ون میخوام نمایش بدم. B تفاضل آ میشه عضوهایی که فقط در B هستن. پس این هم میشه B تفاضل آ. حالا یه مثال دیگه فرض کنید که مثلا داشته باشیم اینجا آ رو داشته باشم، اینجا مجموعه B رو داشته باشم. حالا آ شامل این عضوها باشه، مثلا 1 2 3 4 و B شامل 5 7 3 4 باشه. الان اگه عضوهای آ رو بخوام بنویسم این عضوها میشه دیگه 1 2 3 4 و B رو بخوام بنویسم میشه 3 4 5 7 عضوهایی که در B هستن. حالا اگه بخوام آ تفاضل B رو مشخص کنم با توجه به نموداری که برام کشیده، میشه عضوهایی که فقط در آ هستن، یعنی این قسمت. چه عضوهایی میشه؟ فقط 1 و 2، پس میشه 1 و 2. B تفاضل آ چی میشه؟ عضوهایی که فقط در B هستن که اینجا میشه 5 و 7. پس ما میتونیم با توجه به نمودار ون اینها رو مشخص کنیم. گفته که در نمودار ون مقابل مجموعه آ تفاضل C رو در نمودار هاشور بزنید. خب پس من میخوام آ تفاضل C رو هاشور بزنم. آ رو دقت کنید، این آست. خب میخوام عضوهایی رو مشخص کنم که فقط در آ هستن و در C نیستن. آ تفاضل C، آ و C رو دقت کنید. یه بار دیگه من مشخص کنم، این آ،
و اینم C. میخوام عضوهایی از مجموعه A رو حاشور بزنم که عضو C نیستن، یعنی این عضوها میشه. این قسمتی که حاشور زدیم میشه A تفاضل C. حالا اگه مثلا تو همین سوال به من گفته بود که A اشتراکش با B خب بجز C رو حاشور بزن، یعنی A اشتراکش با B منهای C رو حاشور بزن. باز اینو میخواستم مشخص کنم. نکنیم مجموعه A B C مثلا اینطوری مشخص شده بود. خب اول A اشتراکش با B رو مشخص میکنم. A اشتراکش با B میشه عضوهایی که هم در A هستن هم در B هستن، یعنی این میشه A اشتراکش با B. حالا گفته A اشتراکش با B بجز C، یعنی اونایی که توی C هست رو من باید از این اشتراکه حذف کنم. قسمتی که در C هست رو باید حذف کنم، یعنی این قسمت باید حذف بشه. یه بار دیگه مشخص کنم. پس من میخوام A اشتراکش با B بجز C رو مشخص کنم که میشه این قسمت. این قسمت میشه این حاشور سبز رنگمون میشه جواب این قسمت که گفته بود A اشتراکش با B بجز C، یعنی عضوهایی که در C هست رو من باید از توی مجموعه خط بزنم. حالا اینو مشخص کنیم. A اجتماعش با B مثلا بجز C منهای C. خب باز این مجموعه رو اگه داشته باشم A B و C. A اجتماعش با B میشه عضوهایی که یا در A هستن یا در B، یعنی این حاشور زرد رنگ میشه A اجتماعش با B. خب حالا وقتی گفته بجز C یعنی اونایی که تو C هست رو من باید از توی مجموعه خط بزنم. نگاه کنید این قسمت تو C هست، پس من این قسمت رو باید خط بزنم و قسمت های قرمز رنگ میشه جواب مسئله ما. یعنی من A اجتماعش با B رو مشخص کردم و عضوهایی که در C بود رو از توی مجموعه جدا کردم. این مجموعه‌ای که با قرمز رنگ مشخص شده میشه جواب سوال ما. حالا فرض کنید که مجموعه A رو داشته باشم، مجموعه B رو هم داشته باشم به این شکل. الان یعنی A زیر مجموعه B هستش. اگه به من بگه A بجز B رو یا A تفاضل B رو مشخص کن، یعنی عضوهایی رو باید مشخص کنم که فقط در A هستن و در B نیستن. این میشه عضوهایی که فقط در A هستند یا عضوهایی در A که در B نیستن. این تعریف تفاضلی که اولین بارم توضیح دادیم همینطوری تعریف کردیم. خب آیا عضوی وجود داره که در A باشه و در B نباشه وقتی که A زیر مجموعه B هستش؟ یعنی هر عضوی که تو مجموعه A هست تو مجموعه B هم وجود داره، یعنی هیچ عضوی وجود نداره که در A باشه ولی در B نباشه. پس اینجا میشه تهی. پس من میتونم این نتیجه بگیرم که اگر A زیر مجموعه B باشه A تفاضل B همیشه مساوی تهی هستش. خب الان خب بدیهیه دیگه. مثلا اگه به من بگه N به جز W رو مشخص کن، یعنی N منهای W رو مشخص کن، N میشه مجموعه اعداد طبیعی، W میشه مجموعه اعداد حسابی. من میدونستم N زیر مجموعه W، پس N تفاضل W میشه تهی. یا مثلا به من بگه Z تفاضل تهی Z تفاضل مثلا Q رو مشخص کن. Z تفاضل Q. Z میشه مجموعه اعداد صحیح، Q میشه مجموعه اعداد گویا. ما میدونستیم Z زیر مجموعه Q هستش. وقتی یک مجموعه زیر مجموعه اون یکی باشه Z تفاضل Q مساوی تهی میشه. پس اینم مساوی تهی میشه. خب حالا برعکسش ولی دیگه میتونی مشخص کنی. مثلا من داشته باشم W تفاضل N، اینو بخوام مشخص کنم یعنی عضوهایی از مجموعه اعداد حسابی رو باید حساب کنم که در N یعنی اعداد طبیعی نباشه. خب همون کاری که قبلا هم انجام میدادیم. من برای این که میخوام تفاضل رو مشخص کنم عضوهایی که مشترکه خط میزنم. 4 مشترکه، مثلا 3 مشترکه، 2 مشترکه، 1 مشترکه. چی باقی موند از مجموعه اولمون؟ فقط 0 باقی موند. پس یه آکولاد باز میکنم و عدد 0 رو داخلش مینویسم. میشه W تفاضل N. خب
یه مثال دیگه دقت کنید تا دیگه بریم سراغ سوالای کتاب. به من داده که آ مساوی این مجموعه است 1 2 3 4 5 6، بی هم گفته 0 2 4 6 و سی هم گفته که 0 و 1. بعد گفته این مجموعه ها رو مشخص کن. آ اجتماعش با بی تفاضل سی. پس من اول آ اجتماعش با بی رو به دست میارم. آ اجتماعش با بی با توجه به آ و بی که اینجا داریم میشه عضوهایی که یا در آ هستن یا در بی هستن. خب میشه 1 2 3 4 5 6. من عضوهایی که در آ هستن نوشتم. حالا عضوهای دیگه که باقی مونده مثلا 0 رو ننوشتم مینویسم. 2 یه بار نوشتیم دیگه لازم نیست بنویسیم. 4 یه بار نوشتیم دیگه لازم نیست بنویسیم و 6 رو یه بار نوشتیم دیگه لازم نیست بنویسیم. پس این شد آ اجتماعش با بی. حالا به من گفته آ اجتماعش با بی تفاضل سی رو به دست بیار. پس من این عضوها رو می‌نویسم 1 2 3 و 4 و 5 و 6 و 0 رو می‌نویسم. تفاضل سی رو هم می‌نویسم که 0 و 1 بود. بعد گفتیم که باید عضوهای مشترک رو خط بزنیم، یعنی 0 رو خط میزنم، 1 رو خط میزنم و هر چی که باقی موند رو باید داخل این مجموعه مشخص کنم. پس میشه 2 3 4 5 6. این میشه مجموعه‌ای که ازم خواسته بود. توی قسمت بعدی گفته آ تفاضل بی اجتماعش با بی تفاضل آ رو مشخص کن. من اول آ تفاضل بی رو ببینم چه عضوهایی میشه. آ که اینا بودش 1 2 3 4 5 6. این آ بود. تفاضل بی 0 و 2 و 4 و 6. حالا عضوهای مشترک رو خط بزنم. 2 رو خط میزنم، 4 رو خط میزنم، 6 رو خط میزنم. هر چی که از آ باقی مونده رو باید بنویسم. پس چی میشه؟ اینجا میشه 1 و 3. حالا بی تفاضل آ رو هم به دست میارم. بی تفاضل آ میشد عضوهای از بی که در مجموعه آ نباشن. بی رو مینویسم 0 و 2 و 4 و 6. تفاضل آ هم مینویسم 1 2 3 4 5 6. عضوهایی که مشترکه خط بزنیم. 2 رو خط میزنم، 4 رو خط میزنم، 6 رو هم خط میزنم. هرچی که از مجموعه با اولمون که بی هست اینجا باقی مونده رو من باید بنویسم. اشتباهی که بعضی اوقات دانش آموزا انجام میدن اینکه میان همه عضوهایی که از اولی و دومی باقی مونده می‌نویسن. مثلا می‌نویسن 0 و 1 و 3 که این اشتباهه. فقط عضوهایی که از مجموعه اول باقی مونده رو باید بنویسیم که میشه 0. خب حالا اجتماعشون یعنی این دوتا رو با هم باید داشته باشم. عضوهایی که یا در آ یا در بی باشن که اینطوری میشه دیگه 0 1 و 3. این مجموعه‌مون میشه اجتماع این دوتا مجموعه‌ای که داشتیم. نگاه کنید من آ تفاضل بی رو نوشتم شد 1 و 3، بی تفاضل آ رو نوشتم 0 و اینجا اجتماع داریم رو به بالاست میشه اجتماع، میشه عضوهایی که یا در آ یا در بی هستن که به این ترتیب مشخص شد میشه 0 و 1 و 3. خب اینم از این مثال. حالا بریم سراغ سوالات کتاب، اونم با هم حل کنیم.